سیتا قاسمی چرا با زبی استالفی میخواهد آهنگ جدید اجرا کند؟ زبی استالفی کجاست و چرا دیگر آهنگ جدید نشر نکرده است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سیتا قاسمی هنرمند محبوب، ناماشنا و سرشناس افغانستان است. سیتا هنرمند جوان کشور که کارهای هنری خود را از سال 2006 میلادی آغاز کرد و با اجرای آهنگ دوگانه با ولی اجازی در میان مردم افغانستان شهرت هنری خاص پیدا کرد. سیتا قاسمی بیشتر اوقات آهنگهایش عاشقانه است و گاهی اوقات آهنگهای میهنی هم برای میهنش می سراید. سیتا قاسمی تاکنون آهنگ دوگانه با هیچ هنرمند دیگری نداشته است. سیتا در سن 16 سالگی با یکی از قوم‌های خود عروسی کرد و ازدواج سیتا قاسمی ناموفق بوده است و اکنون دارای 2 دختر می باشد. سیتا با دخترانش در کشور جرمنی زندگی می کند و کارهای هنری خود را هم مانند سابق به پیش می برد. سیتا قاسمی جدیداً خواسته با زبی استالفی، یک تن از هنرمندان محلی خوان کشورمان که نامش در میان مردم افغانستان آوازه است، آهنگ دوگانه محلی در شهر زیبای آمبورگ جرمنی ثبت کند. زبی استالفی در کشور جرمنی زندگی می کند و مدت دیری می شود کار هنری جدید نداشته است، ولی زبی استالفی بیشتر اوقات آهنگهای محلی سروده است و در یک خانواده هنرمند دیده به جهان گشوده است. پدرش هم از جمله هنرمندان معروف افغانستان بود. سیتا قاسمی با زبی استالفی فقط رابطه هنری دارد و هیچ نوع رابطه عاشقانه میان این دو هنرمند وجود ندارد. شایعاتی که در صفحات اجتماعی نشر شده است همش دروغ می باشد، حقیقت ندارد. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.